روزی 27 سپتامبر سال روان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیوف به کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینی تاجیک تشریف آورده با روند استحصال آلیومینی شناس گردیدند. کارگاهی ما شود آبادتر از خدوم سروران پرهنر. خوش آمده به کارخانه بزرگ آلیومینی تاجیکستان. خوش گلبسیز تاجیکستان بویوک آلیومینی کارخانه‌سیگه. مرحبا. سلامت باشید. ضمن شناسایی تاکید گردید که امروز شرکت آلیومینی تاجیک به قطار استحصالگران عظیم جهانی آلیومینی شامل بوده و در دوام سالهای طولانی نفوذ خود را همچون شرکتی از همه با سرعت رشد کننده مملکت نگاه داشته است و در رشد اقتصادی تاجیکستان نقشی مؤثر دارد. به سران دولت‌ها اطلاع داده شد که عین زمان در کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینی تاجیک 8000 نفر و مجموعاً در کارخانه‌های تالکو گروه بیش از 13000 نفر با جای کار و معاش خوب تامین بوده. محصولات استحصال شونده از جمله آلیومینی اولیه با تمام استانداردهای بین المللی جوابگو می باشد و در بازار جهانی خریداران بیشتر دارد. در سال 2008 تالکو اولین شرکت در تاجیکستان و آسیای مرکزی بود که سیستم منیجمنت صفت را به راه مانده سرتیفیکات ایسو 9001-2008 را صاحب شد. در سال 2013 تالکو اولین شرکت صنعتی در تاجیکستان و اولین استحصال کننده آلیومینی اولیه در آسیای مرکزی برای جاری نمودن سیستم همشریکی بین المللی منیجمنت اکولوژی که محیط زیست را از عاقبت‌های تکنولوژی ضرررسان روند عملی سازی این محصولات و یا پرتاوی آنها حفظ میکند سرتیفیکات ایسو 14001-2004 را صاحب گردید. همچنین خودی همان سال با مقصد عملی سازی بهاگذاری عمومی سیستم اداره کنی حفظ مهنت و امنیت استحصالی و معین سازی وضع کنونی تالکو به سیستم منیجمنت امنیت کسبی بخطری و سالمی وارد شده صاحب سرتیفیکات استاندارد بین المللی OHCAC 18001 گردید. در سالهای 2018-2019 تالکو نقشه دارد روند واردشوی به دیگر سیستم‌های منیجمنت عمل کننده در جهان را انجام داده با طرح‌های نوی استاندارد جهانی از جمله ایسو 9001-2015 ایسو 14001-2015 و OHCAC 45001 که امکانیت‌های نو و علاوگی معاصر در استحصالات را فراهم می‌آورد. امروزها کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینی تاجیک گزارش به تکنولوژی معاصر را موفقانه انجام داده همکاری‌ها را با شرکت‌های با نفوذ جهانی تقویت می‌بخشد. اظهار قناعتمندی کرده شد که طی 2 سال اخیر کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینی تاجیک با بزرگترین کارخانه‌های استحصالی جمهوری ازبکستان همکاری گسترده را به راه مانده است. از جمله سال روان ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری ازبکستان شرکت آلیومینی تاجیک با یکی از کارخانه‌های تولیداتی کشوری همسایه شرطنامه همکاری به امضا رسانید که در اساس آن سالانه 10,000 تن متل آلیومینی به کارخانه‌های استحصالی ازبکستان انتقال داده می شود. بعد شناسایی با روند استحصال آلیومینی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیوف مرحله اولی کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان جمعیت دارای مسئولیت محدود تالکو کرانتاس را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه مذکور که با اقدام بواسطه سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان از جانب کارخانه واحد دولتی شرکت آلیومینی تاجیک و جمعیت دارای مسئولیتش محدود کرانتاس گروه تأسیس داده شده است. در آن اساساً وصل و نصب نقلیات مخصوصی کمونالی و ساختمانی انجام داده می شود. گفته شد که در این کارخانه اساساً بیش از 12 نمود کران‌های باربردار و نقلیات بارکش مخصوص وصل و نصب کرده می شود. بعدی با استفاده دادن مرحله دوم باشد وصل و نصب 40 نمود نقلیات مخصوصی کمونالی و ساختمانی پیشبینی گردیده است. همزمان دستاندرکاران نقشه دارند که در آینده استحصال قسم‌های الهیده نقلیات را در این کارخانه به راه مانند. مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه را سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم شفقت میرزیوف در سمت تقویت مناسبت‌های دوجانبه صنعتی دو کشور به هم دوست و همسایه قدم استوار
устувор арзёбӣ намуданд. Айни замон дар ин корхонаи муштарак беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардида, барои омода намудани мутахассисони соҳа аз ҷониби ширкати ӯзбекистонӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ низ ба роҳ монда шудааст. Ёдовар мешавем, ки дуҷониб барои таъсиси корхонаи муштараки Талко Крантас зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи марти соли 2018 сурат гирифт, ба мувофиқа расида буданд.